بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت روی گناه بزرگ دیگری صحبت خواهیم کرد که او عبارت از لواط هست. لواط یعنی همجنس بازی و یا همجنس گرایی، نزدیک شدن مرد با مرد. در یک حدیث می آید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: لتتبعن سبل من کان قبلکم شبرا بشبر. امت خویش را مخاطب قرار می دهند و می گویند: ای امتیان من، شما به نقش قدم پیشینیان ضرور خواهید رفت. شما حتما پیروی خواهید کرد نقش قدم امتیان گذشته را. شبرا به شبر یعنی یک وجب با یک وجب، یعنی هر کاری را که آنها کرده بودند شما هم به همان منوال و به همان اندازه و به همان طریقه انجام میدهید. در ادامه میفرمایند که اگر آنها در خانه زب یا در سوراخ زب اگر داخل می شدن، شما هم حتما داخل می شدید. یکی از گناهان یکی از امتیان گذشته که قوم لوط علیه السلام، قوم لوط علیه السلام به مرض بسیار خطرناک، به گناه بسیار بزرگ که هیچ نفس سلیم، هیچ فطرت سلیم او را تقاضا نمی کند و قبول نمی کند، به این مرض گرفتار بودند که هم جنس باز بودند یا هم جنس گرا بودند، یعنی با مردان نزدیک می شدند نه با زنان. حضرت لوط علیه السلام به سوی این قوم فرستاده می شوند و دعوت را آغاز می کنند تا این قوم را از این مرض خطرناک و از این گناه بزرگ نجات بدهند. اما این قوم سرکش و طاغی و طغیانگر دعوت لوط علیه السلام را نمیپذیرند، بلکه همیشه او را تحقیر می کنند، همیشه او را توهین می کنند و در نهایت هم عذاب الله متعال بالای این قوم می آید. الله متعال در آیه 82 سوره هود می فرماید: فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل. وقتی که فرمان ما آمد، یعنی قوم لوط وقتی که دعوت حضرت لوط علیه السلام را نپذیرفتند، اینجا فرمان الهی صادر شد که باید این قوم عذاب شوند. عذاب الهی آمد. خداوند میگوید که این عذاب چگونه بود؟ جعلنا عالیها سافلها، ما بالای این قریه و این منطقه‌ای که اینها زندگی میکردن این را به پایانشان بردیم. خداوند این قریه را، این جایی که اینها سکونت میکردن، این منطقه را از زمین بلند میبرد و باز فرو می آورد. آنچه که بالای قریه بود می رود پایین و پایین قریه می آید به بالا. و امطرنا علیها حجارة من سجیل، و ما ریزانیدیم بر آنها سنگ های از گل پخته شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز این خوف برایشان پیش شد که چون برشان وحی شده بود که امت تو به نقش قدم امتیان گذشته خواهند رفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفهمیدند که
یکی از امتیان گذشته قوم لوط علیه السلام بودن و آنها دچار گناه بزرگ لواط و همجنس بازی و همجنس گرایی بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اخوف ما اخاف علیکم عمل قوم لوط. بیشترین چیزی که من در مورد او هراس دارم و میترسم او این است که شما به عمل قوم لوط مبتلا نشوید. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 بار کسی که مرتکب عمل قوم لوط می شود را نفرین می کنند و لعنت می کنند و می گویند لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط. خداوند لعنت و نفرین کند کسی را که عمل قوم لوط را انجام می دهد. و در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. شما وقتی که می‌بینید کسی را که عمل قوم لوط را انجام می‌دهد، یک مرد با مرد دیگر نزدیک می‌شود، فاعل و مفعول هر دو را بکشید، قتل بکنید. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در مورد چگونگی قتل کسی که مرتکب عمل قوم لوط می شود می فرماید که ينظر اعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می گویند که کسی که مرتکب عمل قوم لوط می شود حدی از او قتل است، باید او کشته شود. اما چگونه؟ عبدالله ابن عباس میگوید که دیده می شود در آن قریه، در آن منطقه بلندترین تعمیری، بلندترین قصری را دیده می شود. این فاعل و مفعول را میبرند بالای همان قصر بلند قریه و از آنجا به پایین انداخته می شوند و سپس از همان بالا بر اینها سنگ ریزانیده می شود. دقیقاً همان گونه‌ای که الله متعال با قوم لوط کرد و این عذاب را بر سر آنها آورد که آنها را اولا بالا میبرد قریه آنها را، سپس فرو میارد، به زمین میزند و بعد از آن بر آنها سنگ و سنگریزه ها میبارد. الله متعال در آیه دیگری میفرماید که در مورد قوم لوط البته اتأتون الذکران من العالمین. حضرت لوط میآید به سوی قومش و برشان میگوید که اتأتون الذکران من العالمین، آیا شما با مذکر با مردان نزدیک میشوید و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، و میگذارید آنچه را که الله متعال برای شما آفریده از همسرانتان. بل انتم قوم عادون، یقینا شما قوم متجاوز و تجاوزگر هستید. مسلمانان و علما بر این اجماع دارند که عمل قوم لوط یکی از گناهان بزرگ و یکی از فاحشه ترین این گناه ها و یکی از قبیح ترین و زشت ترین گناهان بزرگ است که الله متعال آن را حرام گردانیده. در آیه دیگر الله متعال چنین میفرماید و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. در مورد لوط علیه السلام الله میگوید که ما لوط را نجات دادیم از قریه‌ای که اهل آن، ساکنان آن، باشندگان آن، شهروندان آن عمل خبیث را انجام میدادند. اینجا عمل آنها را عمل خبیث خوانده شده که قوم لوط علیه السلام بودن عمل خبیث و پلیدی را انجام میدادند که مرد با مرد نزدیک میشد، همسرانشان را میگذاشتند و با مردان نزدیک میشدند. در ادامه الله متعال میفرماید که انهم كانوا قوم سوء فاسقین،
یقینا بدون شک قوم لوط علیه السلام با این گناه بزرگ، با این فاحشه بزرگی را که انجام میدادند، آنها بدترین قوم فاسق و فاجر بودند. در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اربعة یصبحون فی غضب الله و یمسون فی سخط الله، 4 گروه هستند که در غضب و قهر الله متعال صبح میکنند و با خشم و غضب الله متعال شام میکنند. پرسان شد کی هستند این 4 گروه؟ کدام مردمانند ای رسول الله؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که المتشبهون من الرجال بالنساء، مردانی که خود را با زنان مشابه میسازند. ما امروز از این مردهای نامرد خیلی داریم در جامعه ایمان. مردانی هستند که خود را به شکل و سیمای زنان میسازند. گروه اول. گروه دوم والمتشبهات من النساء بالرجال، زنانی که خود را شبیه مردان میسازند. واقعا اینها تعدادی هستند که از خلقت خود راضی نیستند که الله متعال آنها را مرد آفریده یا زن آفریده. مردان زن صفتی میخواهند خود را زن بسازند و زنان منحرفی میخواهند خود را مرد بسازند. این 2 گروه صبح و شام در غضب و خشم الله متعال صبح و شام میکنند. گروه سوم والذی یأتی البهیمه، کسی که با 4 پایان، با مواشی نزدیک میشوند. و گروه 4 والذی یأتی الذکر یعنی اللواط، گروه 4 که صبح و شام آنها در خشم و غضب الله متعال سپری می شود، گروهی است که با مذکر، با مرد نزدیک می شود. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که 7 یلعنهم الله تعالی ولا ينظر الیهم یوم القیامه، 7 گروه هستند که الله متعال بر آنها لعن و نفرین می فرستد و در روز قیامت به آنها نمی بیند، نظر رحمت بر آنها نمی اندازد. از جمله این 7 گروه یکی کسی است که عمل قوم لوط را انجام می دهند. در همین مورد بسیاری از علما به این نظر هستند که حکم دیدن به سوی پسر زیبا گناه است مثل دیدن به سوی زن، چون بعضی پسرهای زیبا انسانهای مریض را در فتنه واقع میکنند. به همین خاطر علما میگویند که نباید اینها به سوی پسران زیبا ببینند و یا اینکه با آنها در یک اتاق، در یک خانه، در یک جای نباید خلوت شوند. قسمی که با زن نامحرم خلوت شدن جایز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که از فتنه نجات پیدا بکنند. چون خلوت شدن با یک پسر زیباروی و خوش اندام خطرناکتر از این است که با یک خانم انسان خلوت بکنه. مبادا شیطان اینجا او را وسوسه بکند و مرتکب عمل قوم لوط شوند و مرتکب این فاحشه شده مستحق عذاب بزرگ الهی قرار بگیرند. در مورد سفیان ثوری رحمه الله، یکی از امامان و یکی از علمای بزرگ حدیث، نقل می شود که یک بار او در یکی از حمامهای شهر وارد می شود و در حمام یک پسر زیباروی هم داخل می شود. اینجا سفیان ثوری رحمه الله صدا می زنند که اخرجوه عنی، اخرجوه عنی، این پسر را از اینجا بیرون بکنید از نزد من. فإني أرى مع كل امرأة شیطانا، یقینا من همراه هر خانم یک شیطان را می بینم.
اما همراه هر پسر زیباروی 10 شیطان را میبینم. در یک داستان دیگری از امام احمد رحمه الله نقل می شود که مردی آمد نزد امام احمد رحمه الله، همراهش یک پسر زیباروی بود. در مجلس امام احمد آمد. امام احمد رحمه الله فرمود که این کی است؟ گفت این فرزند برادرم است یا فرزند خواهرم است. امام احمد رحمه الله فرمود که دوباره این پسر را به مجلس ما حاضر نکو و همراه از او هیچ وقت خلوت سفر هم نکو تا که در مورد تو کسان گمان بد نکنند. پس عمل قوم لوط یکی از گناهان بزرگی است. به خاطر سد راه، به خاطر بند کردن رسیدن به این راه، علما رحمهم الله میگویند که نباید انسان با پسران زیباروی خلوت بشود، با آنها هم صحبت و هم سفر بشود، در اتاق، در دکان، در جای تنها با آنها بنشیند. از این چیزها منع میکنند به خاطر مبادا که شیطان او را وسوسه بکند و به عمل قوم لوط گرفتار شود. دقیقاً شبیه همین اگر کسی با همسرش از راه عقب یا از دبر، از پشت سر اگر هم بستری می کند و نزدیکی می کند، این انسان هم ملعون است و در احادیث زیادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین انسان را نفرین می کنند و لعنت می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ملعون من اتى حائضا او امرأة فی دبرها. ملعون است او انسانی که با خانمش در هنگام عادت ماهیانه نزدیک می شود و هم بستری می کند. نفرین خدا باد، ملعون باد کسی که در هنگام عادت ماهیانه با خانمش هم بستری می کند و همچنان ملعون و نفرین باد بر کسی که با خانمش از راه عقب، از جایی که او برای این کار اصلا ساخته نشده است، نزدیک می شود و هم بستری می کند. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من اتى حائضا، کسی که با خانمش در هنگام عادت ماهیانه نزدیک می شود و هم بستری می کند و جما می کند، او امرأة فی دبرها، یا با خانمش از راه عقب از دبر نزدیک می شود و هم بستری می کند، او کاهنا، یا نزد جادوگر می رود، فقد کفر بما انزل علی محمد، یقینا این انسان کفر ورزیده است به آنچه که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. الله متعال در قرآن کریم می‌فرمایند که نساؤکم حرث لکم، خانم‌های شما، همسرانتان برای شما کشت و زراعت است. فأتوا حرثکم ان شئتم، شما بجای بیایید که آنجا کشت شود، زراعت شود، حاصل بدهد، میوه بدهد، که او راهی پیش است که از اونجا فرزند تولد می شود، انسان به نسل می رسد. حاصل این راه و نزدیک شدن از این راه اولاد است، نسل هست. از این راه باید نزدیک شوید و غیر از این راه اگر کسی نزدیک می شود، در حقیقت این انسان هم مثل همان کسی که عمل قوم لوط را می کند، ملعون است، ملعون الله و پیامبر است، نفرین شده از جانب الله و پیامبر می باشد. بسیاری از کسانی که جاهل هستند، نمیدانند احکام شرعی را در این موارد، متاسفانه آنها مرتکب این جنایت می شوند، یا با خانمشان در ایام عادت ماهیانه نزدیک می شوند که الله از این منع می کنه و او را الله اذیت می خوانه، آزار می خوانه که در ایام عادت ماهیانه نباید انسان با خانمش هم بستری کند، جما نباید بکند.
و همچنان بعضی از جاهلان از راه عقب با خانمشان هم بستری میکنن. این خیلی جنایت بزرگی هست. انسان ملعون قرار میگیرد. این را به خاطر انکار ساخته نشده است. ما هر وقتی که یک چیز را در غیر محلش بگذاریم در حقیقت ظلم کردیم و جفا کردیم. اینجا نه تنها ظلم و جفاست بلکه گناه بزرگی است که فطرت سلیم این را نمیپذیرد که در آن جایی که برای انکار ساخته نشده، جایی که مستقذر است، فطرت سلیم انسان آن را قبول نمی کند، تحمل نمی کند، چطور یک انسان مسلمان از راه عقب با خانمش هم بستری می کند؟ این دقیقاً لعنت این، نفرین این، جنایت این مثل همان جنایت کسی است که مرتکب عمل قوم لوط می شود. الله متعال همه ما شما را توفیق نصیب بکند و هدایت دهد که از هر عملی که در شریعت اسلامی گناه است، زشت است، قبیح است، ناپسند است، از او دوری بجوییم. الله متعال همه ما شما را از این گناهان بزرگ محفوظ و مصون بدارد تا قسمت بعدی، تا گناه بزرگ بعدی. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.